یک جامعه یک بار فرو نمی پاشد، آهسته آهسته فرو می ریزد وقتی که مسئولیت از بین می رود. ما امروز در زمان زندگی می کنیم که انسان ها نظر به هر دوره تاریخ معلوماتی بیشتر دارند، اما همزمان آرامی فکری و عمق گفتار ندارند. چرا؟ سرعت جهان هر روز زیاد می شود، تکنولوژی رشد می کند، اخبار پیوسته عوض می شود، اما یک سؤال همانا باقی می ماند: آیا انسان هنوز قادر است مسئولیت را به دوش بگیرد؟ دولت ها تنها از دشمنان بیرونه سقوط نمی کنند، آنها زمانی ضعیف می شوند که در داخل جامعه ترتیب، احترام، اخلاق و حس وظیفه گم شود. بسیار آدمان امروز آزادی را تنها در راحت می بینند، اما جامعه‌ای که تنها راحت می خواهد دیر یا زود قوه داخلی خود را از دست می دهد. ملت با سخنان بلند بزرگ نمی شود، با لاف زدن بزرگ نمی شود. ملت با آدمان بزرگ می شود که فکر می کنند، کتاب می خوانند، مهنت می کنند، مسئولیت می گیرند و می پذیرند و در روزهای دشوار آرام می مانند. تاریخ را همیشه بلندترین آوازها ننوشتند. تاریخ را آنهایی نوشتند که در زمان مناسب، در زمان بی سر و سامانی عقل خود را نگاه داشتند. سیاست نباید تنها احساسات باشد. دولت نباید مثل ازدحام عصبانی رفتار کند. دولت به خرد، صبر و فکری دراز مدت نیاز دارد. امروز بسیاری ها جوابهای زود میخواهند، جوابهای کوتاه میخواهند، انقلابهای زود میخواهند، اما سوالهای بزرگ زندگی هیچگاه جوابهای کوتاه نداشتند و ندارند. چگونه جامعه عادل میماند؟ چگونه ملت استوار میماند؟ چگونه انسان در جهانی پر از صدا شخصیت خود را گم نمی کند؟ برای این تنها تکنولوژی کافی نیست. برای این انسانهایی با انتظام، با فرهنگ و با اندیشه لازمند. آرامی نشانه ضعف نیست، جدیت نشانه ضعف نیست، انتظام نشانه ضعف نیست. بسیار وقت محض همین خصلت‌ها تمدن‌ها را نگاه می‌دارند و شاید وظیفه مهمترین زمان ما ساختن ماشین‌های نو نباشد، بلکه تربیت کردن انسان‌هایی باشد که بتوانند امروز و آینده جامعه ها را در دست بگیرند و نشان بدهند که واقعاً فرزند انسان هستند. خدا حافظ، تا دیدار.